خب بچه‌ها امروز اومدیم با چالش هر کی بیشتر آب بخوره. تو این چالش هر کی بتونه آب بیشتری بخوره، آب معدنی بیشتری بخوره برنده است و کسی که کمتری آب بخوره تو ویدیو بعدی خدمتکار اون 2 نفر میشه. بزن. اوکی. خب بچه‌ها اومدیم با آقای حسین لیوانو برمی‌داره. اول چقدر ادعا داری که میتونی بخوری؟ من میگم 30 تا لیوانو میخورم. 30 تا؟ نه گم میخورم. اول گوخوری شروع شد. خب اوکی برو. یکوش من اول شروع میکنم جو تشنم لیوانم هم لبریز. خب اولین لیوانو نوشید. خب بعدی دیگه تون دیگه نخور. بله هر کی یک دونه اول بخوره. آرمین برو. خب آرمینم داره کامل. بیا جلو آرمین. حله برو. سلامتی جام. بده من بابا بده من. برو. ماشاءالله خوب میخوره ها. آره بخورش خوبه. بسم الله. ریدی چت شد سالم سه بیارن که بیخ سال یه لیوان ازش خب الان علی 2 تا خورده، حسین یه دونه، آرمین هم میخواد بره بعد دومش. برو آرمین. باشه برو. میتونی بازش میتونی بازش کنی یا بهم کمک. یکی دونه درش بگیر. بده من. در دوشم. بده من. برو. پرکو قشنگ پرکو. پر کن. خوبه. بذار زمین. ببن. برو. اومده؟ سریع بخور آجی دقیقه طولش نده. خب نصفش کلن ریخت تو آرمین حذفی تو. بابا نصفش ریخت، نصفش هم ریخت روی صورت ما. خب آرمین بیا. آرمین برو. بچه افغانی آوردیم که ویدیو باش بگیریم. برو. خب دومی چه حسین میخواد بخوره؟ به کارگرد افغانی. خب میآوردی نشون میدادی اول. چی می؟ نمی نداره برو. سومی تا همین الان بخور. سومی تا بخور. دیگه باش بشه آرمین دوباره. هر جا بر کدومتون نتونست. خب دی کمی دارید لفتش بید همتون. نمی نداره. خب بعدی. خب آرمین سومی تا برو. خب اینو میبینی؟ آره. برو دیگه آجی انسان باش خدایی، حیوان نباشید. با تشکر. سلمان پیشه بر. ببین. خوبه برو. سلامتی. آرمین بودو خیلی لفتش میدی. این سرعتم زیاد باشه. خب آرمین تمام هست شد. آرمین هست شد. تو 2 تا رو بوی سرم نتونست خوب بخوره. نگاه کن. حاجی اشک چشات داره میاد بیرون، کاملا معلومه قرمز شده. شکم دیگه جا نداره. داره میگه بابا. خداش چی آهنگ میخوندی؟ کپی رایت میشه. خب ایرزا میره برای لیوان دوم. ماشاءالله اینه این باریستایه. بخور قوق بخور خوب میخوری بخور. خب آفر. خب بچه‌ها پس از اینکه ما الان چی خوردیم ویدیو رو هم دیدیم و بعد از داوری زیاد آقای آرمین هست. و حالا منو می‌بینیم به چی؟ به رقابت سریع بکنم. اول تو شروع کنم سنگ هر چیز زمینی. با مزه. سن اینا کن. این دوتا دیونه. بده من گوشتو
حسین پرش کن آقا همینجا که میده حسین هم نبید این قدم پرش کردم به دوری بیار نکو یک دورم یه فقط چند دقیقه واسه تو ببینن حد برو یک دورم میدی یک زمان 3 2 1 4 ثانیه و 55 صدام ثانیه هایی واسه خودم زیاده 4 ثانیه و 55 خب واسه علیرضا بگیر 55 من اینو بازنشانی میزنم واسه علیرضا بگیر خب اما بده نکم بیکم بیشترش کن درسته بیا. اینو بگیر خب بیا کرونومنت هم باید ببینن خب 4 ثانیه سگ تو رو چطور یکم به یک قفل اینو بیار یکم بالا. به عقب‌تر یکم به عقب‌تر خب سه. سب کن تو من نبود آره نه وایسا گرفته استوبش کن اوکی برو 3 2 1 156 نشون بدم تموم 3 و 56 تموم برنده خب علیرضا بچه‌ها برنده این شد بازی با برنده شدن علیرضا به پایان رسید لایک و دنبال نظر فراموش نشه فعلا خب و ما سر قولمون هستیم چالش بعدی میبینمتون فعلا خدافظ